سلام. مهمان برنامه امروزه ما صافی روشه، پژوهشگر آلمانی است که در تاجیکستان زیاد کار کرده است و از جمله مسئله افراط‌گرایی در بین جوانان تاجیک را نیز تحقیق می‌کند. صافی روشه چند پیش درباره نقش اسلام در زندگی مهاجران آسیای مرکزی در مسکو یک تحقیقات نو انجام داد و صحبت امروزه در همین باره است. خانم روشه، به برنامه ما بسیار خوش آمدید و شما در تحقیقاتتان میگویید که بسیاری از مهاجرانی که به روسیه میآیند از آسیای مرکزی در همین جا به دین رو میآورند و مذهبی میشوند. برای چی فقط در روسیه نه در وطنهایشان؟ یکم ما گفتن نمیتونیم که همه یک خیل هستند. هست مهاجران که در تاجیکستان خودش اوز دیندار بودن، باز دیگرها در مهاجر سختر به اسلام نزدیک می شوند. این نوع فقط در آسیا می شود. ما می دونیم از دیگر کانتکست ها که میگرانت ها که در جای بیگانه هستند نسبت به دیگر ملت ها خود فکر می کنند ما کی هستیم، چی هستیم، بعد به دیندار نزدیک تر می شوند برای ایده، برای هر روزه، برای یعنی میخواهند در اونجا نشان بدهند که ما مسلمان هستیم یا مثلا تاجیک هستیم. به منظورتون همین است؟ نه، این برای نشانه نیست. این برای هر روزه، برای ریتم. مثال سحر تا بیگایی آنها بسیارتر خیلی کار میکنن، از 12 ساعت زیاد، و اسلام خودش ریتم دادگی 5 بار نماز میخونن، خوراک احتیاط میکنن، بعد رفت آمد مبین دیگر هاست. نتیجه آنها درون روسیه میشه یافتن، خودشان بسیار با احترام گشته ایستاده هستند. اسلام نه فقط به خودشان، هم به جامعه بسیار چیز خوب کرده. می توانیم بگوییم که آنها به همین شکل از اون بد رفتاری هایی که در روسیه نسبتشون می شود حقوق آنها را پایمال می کنند، می خواهند در همین دین آرامش پیدا کنند، در ریتم زندگیشان را درست کنند؟ هم خیلی به نظری من هم خیلی باز این دین می توانند از humiliation ترجمه میکنن و با احترام. значит وقتی که باز تاجیکستان میروند آنها نه از در چی میگن از humiliation، از وزمینی گپ میزنن، لیکن از دینداری. این ترنسلیشن میشود از یک استاتوس به دیگر استاتوس. و دین بسیار چیز مهم است برای بسیار مهاجران در همه دنیا. یعنی میگوید که در روسیه زیاد تحقیر میشنوند ولی با تاجیکستان با سری بلند برمیگردند، همین نوع؟ سری بلند، هم در روسیه سری بلند روند، هم اگر عذاب بسیار میبینند سیرابنا درونش ناموز میگردند، سری بلند میگردند. و شما در روسیه در بین مهاجران بسیار گشتید، با آنها صحبت کردید. آیا در بین مهاجرانی که تاجیک یا ازبک یا قرغیز هستند اندیشه ها یا فکرهای رادیکالی دارند؟ در بین آنها بچه های هستند که فکرهای رادیکالی زیاد دارند؟ همین کلمه رادیکالی همتر قین است، برای که رادیکالی معنی دارد که نزدیکتر، زیادتر به یک فکر میگذارند. این همه وقت هست، این هم رادیکالی درون دموکرات در هر جا هست. البته جوانان هستند که سختتر نزدیک می شود از یگان فکر، کدامش باشد. مثال هایی ما می بینیم که بسیار جوانان خواب می بینیم که خلافت شود. این خواب همین رادیکالی گویم یا نه، آنها برای بسیارها این خواب است، می خواهند همین از دینند. در تحقیقات شما آمده است که بازارها یک جای اساسی آموختن دینداری برای مهاجران است. می توانید در این باره بیشتر بگویید؟ بازارها این رنگ یک دولت درون دولت است. این لیسه خودش دارد، قاعده خودش دارد
و همونجا جوانان میتونن مجبور نیست خبر بگیرد از هر خیلی. شما خودتان میدونید در تاجیکستان اگر درباره سلفیان مثال بسیارتر فهمیدن میخواهند نمیتوانند، برای اینکه اگر علاقت میکنن اونجا به همین گروه میگن اوزی همون گروه شدن. لیکن جوانان بسیارتر نمیخواهند اوزی یک گروه شدن، آنها فقط خبر میخواهند چی باشد، فکرشان چی باشد و همون بازارها در اون بازار هم خیلی فکر یافته میشود. آیا سیاستمداران از کشورهای آسیای مرکزی، شخصیت‌های سیاسی با استفاده از نام اسلام و مسلمانی هدفهای خود را در بین مهاجران ترغیب میکنند؟ چون ما زیاد میبینیم که سیاستمداران، شخصیت‌های سیاسی به نزد مهاجران میروند، با اونها صحبت میکنند. آنها استفاده نمیبرند از اسلام، آنها مورد بعضی اسلام است که سیاست زیاد شده است. این نرمال، همین که ویبر می شود، پارتی ها پیدا می شود، این پروسس که همه دموکراسی هست. برای همینش البته پیش مهاجران می روند. این چیز نو نیست، این نرمال نه. همین چی ما می بینیم همینش است که اسلام مهم برای سوسیال بازیس است. این معنی دارد پارتی که امروز اسلام همراهش نمیگیرد پیش مهاجران در اومدن خیلی می شود. و آیا مهاجران تاجیک به مسئله های سیاسی اهمیت میدهند و یا نمیخواهند درباره این مسئله ها زیاد صحبت کنند، از سیاست میگریزند؟ خیلی حاضر بسیار از سیاست نمیدونند چی فکر کنند. این به نظر من هست برای اینکه عادت نکرده صحبت نیست. و آخرین سوال خانم روشه، در بین مهاجران تاجیک زیاد گشتید، کدام جنبه زندگیشون به شما معقول شد یا رفتارشون نمیدونم کدام جنبه زندگیشون؟ یک چیز بسیار بسیار در چشم میزنه. مثال اگر یگان جوان تاجیک پروبلم داشته باشد یا یک مرده باشد یا همخیل، تاجیکان بسیار یارده میکنند به یکدیگر ها. ما بین یک ساعت بسیار پول جمع میکنند و یکدیگر یارده میکنند. خوب، تشکر. صافی روشه پژوهشگر آلمانی بود که دایر به نقش اسلام در حیات مهاجران کاری آسیای مرکزی در مسکو صحبت میکرد. رحمت کلام. رحمت به شما.